من الله سبحانه و تعالی با توفیل نکاح خانه دار شد عزیزان من. به نکاح گناه است، به نکاح غضب خدا است. ولی بعضی جوانا لباف گفته خدا خواهد تا گرفتنش خدا خواهد ساعت 12 شب یکی شب بخ دیوال بخ کوچه حتی با اگر تلفن بازی کنی حرامه. یگان دختر کتی تلفن کتی ایو نبرار تلفن چی بازی میکنی و چی بای بازی میکنی. بعضی خانه ویران داره جوان خدا خواهد. بعضی دخترای ویران گرفته حتی در پینه چیا بعضی دخترها شکایت دارد پینه تونه تلفن مونده است یک دم در دمگنگی و نمره چینده شب تلفنش که اخدا نمیترسی. اخدامه نداری تو مسلمانی یا کافری. ما مسلمانیم. مسلمان نمیزه باید خدا خواهد کوچه با کوچه گردن با گردنی دختر باشد یا میزه باید نی همه دختر خواهر تیز کن خواهرت هم دمان خواهری خود ببینم جنه حتی قدس داشت چی خود گندر همه آدم هم خواهرت دون همون چیز خدا خواهد اما دون اپا دون چون یک کس نه اپای بای یک کس نه چیه خواهره یک کس نه دادره یک کس نه خدا خواهد اما میشه هیچ که خودت هر یک دختری همین ملبوطی خدا خواهد خواهری خودت حساب کن مادر حساب کن اما حساب کن چوا یک تنشی ما در یک کشتی زندگی میکنیم دارمی یک کشتی است همین کشتی اگر آباد شد همه آباد میشه غرق شد غرق میشی که ملبوطی اگرم که حقارت کند همت نمیرسد رحمت گم چی از همین دوملو کشته همت نمیرسد من شیاری باشم پدر اشیاری نالت گم من دم نالته یا نبرم اشیاری فلاش دگم من نمیم یا نمی چون که ما یک جوزیم یک انسان هستیم کار کنه که شما این وطن پیش بره کار کنه که انشاءالله خدا خواهد این خدا خواهد وطن لعنت دیاره مردانه زندگی کنه زندگی خوب حلال زندگی انشاءالله خدا خواهد داماد عروس حقا دارد من و شما بعدی که نکاح میشه کن این کار نکن قدام سیدی من نیست از داماد جان من پیش از نکاح حامله شده از دخترک چیکار کنم من این فرزند چی میشد این فرزند حرامی است من میگم این فرزند ولد زنا است خدا خواهد انشاءالله و حلال نمیشه داره نشه حکم شریعت هیچ کس نمیتونه خدا خواهد دیگر گرود کنه از خدا بترس حتی به نکاح دستی زن اگر مبادا قبیل در کتابای فتوا هست اگر کسی که به نکاح یک دختر خدا خواهد ایروی شهوت کپد اگر روز قیامت میخوای آتشین که خود در دوزخ میخواد بکنه تو نبود اینجا رسیه نیست که تو خواهی دیکار تکنی اینجا مسلمان آماده است مسلمان زندگی میکنیم مسلمان انشاءالله میمریم با ایمان بریم خدا خواهد انشاءالله به ایمان کلمه لا اله الا الله محمد رسول جان دادن هر یکی با شما الله نصیبه بدارد یکی کار نه که خدا خواهد در اینجا اومدی من خدا خواهد وقتی که نکاح میشه شما میاین عروس شما میاره خانه یک وظیفه شما چی است عروس وقتی که خانه میاره میگد بچه در پیشونیش دست بموند و دعا کند پروردگارا همین زن زنی صالحه کن زنی خوب کن زنی فرمان برداری من کن که اطاعتی من نکنه و فرمان برداری پدر و مادر ما خدمت چکنه دعا کنه از بد اخلاقی ها از گرگونی ها از سرکشی ها ای بی‌تمیزی ها ای فساد ها خداوند خود دورش میگردان و میگه دو رکعت هر دوش نماز خونن نماز شکرانه 20 سال خونن میگه دوری کی میکنه این اخلاقات شما زدم یک اخلاقات میزنی علاقه با بعضی بدبختا زده پیزنش میدونه از چی میبید ایمان رو جدا بشود وقتی که انسان میگه اذا وضع الخمر علی یدی وقتی که عرق میگه در دستش میدونه میمونه انسان فیران میکنه من که نخور که من از تو جدا بشم وقتی که میگه عرق میخوره میگه ایمانش جدا میشه ایمان نداری از او به ایمانی فرزند شد چی میشه خدا خواهد بعد تیراریست میشه با شما برای چی مشاهد سعدی نمیگیریم بچه برای چی خدا خواهد رودکی نامده ساده برای چی سینا نامده ساده برای چی بخاری نامده ساده برای چی امام ترمذی نامده ساده سبب زواد ویرومه فابریکا ویروم دوری فرزند هم حصه سای شما است حتی پیامبر میگه با طهارت باش میگه حتی رسول میگه دعا که وقتی که جاگه خوابیت نه پیش از جاگه خوابیت دعا که پروردگارا ما را از شر شیطان از فرزندای شیطانش دیگه دور گردون چون که شیطان برای ما خواب میرود اگر ما بسم الله نگیم اگر از خدا ان شاء الله طهارت نداشته باشیم ولی میگیم بچه خوب میگیریم بچه خوب در دست من شما وقتی که شما ببینید ما برای شما اخت ایکای میارم عبدالله مبارک ببینید عبدالله مبارک یکی از خدا خواهد در دنیا
اگر 7 عالم باشد 1 عالم زور گذشتگی است. همین حضرت خودش غلام بود، ای بازار میخرش، غلامش یعنی قاضی بود، با اون آدم خریدش میاد میگه الان انگرزار رو دیدی؟ همین انگرزار من تو خوجه نمیشه، همین انگرزار رو دیگه میکنه، میگه انگربانی میکنه چند سال، 1 سال بعد مهمان میآید، حالا این قاضی مهمانا همون انگرزار میبرد، میگه مبارک از همین انگرزار، میگه کنده بیا پیش مهمان. وقتی که مبارک میکنه انگرزار هم خون شمه پختگی شمه عرلش میارش. بعد قاضی تا میبینه میگه آخی قاضی مرد بود، میگه آخی میگه بچم آخی آوردگی چیست بی خومم داره پختگی داره، میگه میبخشه حال من انگلی شما کدمش شیرینه کدمش خومه نمیدونم. تو بچم میگه نمیدونی چون که میگه شما من گفته که فقط اینتون نگه خور نگفته، من نخوردم، میره خدا ترسیه از ما شما خدا یک بوک اگر 1 سال بتیاد خدا در ریشش نمک رخته میاد خدا خواهد انشاءالله کنده زده تیک پیچ کرده خدا خواهد انشاءالله میپرتایی یا نمی بیدین. بعد میگه دخترش با بلاغت میرسد، قاضیه دخترش با بلاغت میرسد، زنش که تی معصیت میکند، میگه خیلی کینده تیم شاخی فلان چی نتیمش فلان چی پسن نمیگه. همین بین عبدالله بین شب و روز ساعت عبادت میکنه، میگیره بیچاره حلال پاک همین ده بیتیمش میگه. داشتم چند تا پول دارا میبرد، ماشین دارا، خانه دار میگه فلان چی نتیش مزه کنه میگه اول ما شما خداقت بویا کفته سنگو اتش پلت میده عکسمون نمیته و بوی کم بغل کی خدا خواهد کم بغل که بیچاره دختراش شکایت دارن مونده. روز کلام یک دختر بردیان خدا خواهد در 25 ساله به خطر آب میخیریش، من گفتم با خیلی دامنا دعا که یک بخش خدا کشیرت کنه، گفت من سبب چی از گفتم سبب کم بغلی دامنا جان. روز ما طبقان نجداشتیم بای و کم بغل این کسب مؤمن نیست، از خدا بترس. کم بغل که انشاءالله خدا خواهد چو اول خدمت میکنه وای بای کو خدا خواهد باشد دیگه اگر کم بغل تا باشی تو گدا بچه ای. من چندیش میدونم راز با بگم حتی کی بودی حتی من آدمت کرد میگم شاید یک پول بعد تو زون درون زدگی و شفای در خونه اگر باشد خدا خواهد انشاءالله دختری اگر خود بچه اگر بای نه دختر تاتی دخترت گدا دختره یا نه برو خونه هم خیلی معاملش میکنم ما دیگه هستی حتی چی کرده ما تا آدم کردیم این خداوند اگر کسی نماز خونه مینچی ها را خداوند جنت نمیداره. کسی که گوه که فلان چیه من آدم کردم، من اگر نمیدونم گشنگی هم میمود من نکنه و بیچوره سرزنش کرد پس زنه جو دوزخه دل نبود تا باره پس زنی فخر دنیا خدا نپسنده اید بین. بعد میگه دختره میگه خد بادا میگن مبارک نمیتیانش 20 روز میگذره دخترک نه قلبی نمیکنه نمیخواد در چیه این گپ خبر در چی پدری و میرسد مادرش نمیسد، مادرش میگه آخی داره پدر میگه اینجا بیا میگه آخی ما این دختر دادیم این دختر ما نگه نداشته نقفیده سا داده چی میگوی؟ یکم کمپنی داشته رو میگه ما شما تیه مگر بعد 1 هفته بعد این چیکار کردین؟ خور رفتن میده بعد در رو پیشی ملا میده پیشی بخشی خلازده میده فلان جا میده آخی گفت یک پرسش وقتی که فرد کم گفت که من بگفت آخ ما تونه دختر دادیم دختر ما نگه نداشته یکو کمبودی باشه گفت کمبودی از جانب تای گفت قاضی وقتی که من در نزد تو کار میکنم تو پاره نگرفتی من باید هم پاره نخورم داشتی که دختر حق شهرم کرداشی من چی روز حق شب پا میکنم بعد کتش کاملا کار نباشه چی روز بعد میگه حق شب پا که ای مال خودش خورم خدا 1 تا بچه داشت عبدالله بهترین بچه حافظ قرآن از کودکیش درگاه الله عالم با تقوا همه طرف جواب میده که دمه کیه دست نبده فرزند من شما ده انشاءالله خدا خواهد من شما اگر خدا خواهد انشاءالله با طاعت باشیم با عبادت باشیم. من امام اعظم رو بیات میار من امام اعظم رحمت الله علیه ما مذهب با همون انسان داریم یعنی 27 فایز روی دنیا در همین نشان داد همین طاعت عبادت میکنن همین حضرت همین حضرت پدر ثابت دله جوشته مثل تورات که مثل یک سیب میآید سیب میگیره نفسش غالب میآید 1 دهن میگذه خود کردم بعد به یادش میزنه میگه خیلی سیب خوردم این پگه پیش خدا چی جواب میتی مکن خدا روز پوسته که حقیقت خوردی دیشان میگه حقیقت لذت برد برک آمد گلوگیر باشد روز قیامت حالی چندین بچه ها خیطه پشت زده آمدگی همه رایان در زندگی نکنن خیطه اخلاقات نه پلش موندی نه ارماتورش موندی رفته و روزه که کیلو روز قیامت جواب میتی
روز قیامت محکمه سودش نه الله حقیقت نمیگذاره. در انسان دو حق است، حق الله، حق العبد. حق الله چی است؟ نماز است، روزه است، زکات است، حج است. خدا خواه میبخشد، نخواه جزا بده. نه که حقیقت نمیبخشد. تو همه آدم راضی نشه، روزی که مسلم خواهد انشاءالله. و روزی که مسلم خواهد نجات می ایلا نمیابی. همون سه بگیفته میگن لب جواب برد که خانه آمری همون سه وستاده است، بولمده است. بعد صاحب خونه فریاد کرد، گفت که بنده خدا کی هستی؟ بولمد گفت من هستم. حضرت نه همین سیب تو من یک دهن خوردم، از خدا ترسیده اومدم. همین سیب تو گفتن یعنی راضی شه. و درک کرد که یک بچه دختر داشته، چند سال آرزو میکنه که یک جوان خوب نماز خون طاعت عبادت کننده باشه بتیمش. گفتن خدا داد کن. گفتن خدا داد. بیسته گفتن. گفت که من راضی نمیشم. گفت پولت میتیم چند که خدمت گوی میکنم نکن. نمیگفت یک شرط میگم اگر هم نکن من قصقشه میگم. شرط چی گفت؟ هم یک دختر دارم گفت کوره، شاله، گنگه، فلجه، یا جان موندگه. هوا اگر در نکاح گیری من راضی میشم الا نه. گفت کور باشه، کار باشه، فلج باشه. من چیکارش میکنم؟ نباشه اون قیامت حساب کتاب میکنه. وقتی که باغ میگفت که ترسی خدا گفت بادا. چی گفت من راضی گفت. عقل نکاحش نم قسمی شب گفت که آنم خانه دیدم جا بده. آنم جا گفت چلا دسته هم ده دختره. رفته همین خلای داد من که یک دختری پریالشته. گشته بول مده ترسه. گفت که نه گفت که دختر که منو به بنده خدا دلا گفت. بچه باید گفت پدرم گفت که من تا شهر دادم اتیم. چوه من کور گفت، چوه شهر گفت، چوه کار گفت، چوه گن گفت. بچی انجا گفت. من همون دخترم گفت که من یگان مردی بیگونه دیگه نیستم. یگان گفی نادش نیست. ولی من ای کوچه نبومگی هستم. هر دو شکرانه کردن میگه شب خواه رفتن خدا نمی امام اعظم داد که در تمام دنیا روز مشهوره. 27 فائز روی دنیا در مذهب همین انسان کار میکنن. بین منم فرزنگی در کجاست. ما هم انشاءالله خدا خواهد باید که چیکار کنیم؟ انشاءالله خدا خواهد حلقام را پاک کنیم. پیش خواه رفتن خدا خواهد طهارت کتی باش. انشاءالله خدا خواهد طهارت کن. از خدا هم فرزندهای خوب طلب کن. خدا وعده میکنن استعیذ بالله ربی حبل من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میگه با من پروردگار مانده هیبت که یک جوان 20 دخترای خوب که از خوبی و چشمای ما روشن، دلها خدا خواهد روشن، دلها شاد باشد. میگه و ما را از پیشوایان تقوادار گردون. دعا کن. میگه از خدا دعا که خدا خواهد خودت پاک باشی انشاءالله خدا خواهد فرزند چی میشه؟ پاک میشه خدا خواهد انشاءالله. من این خدا خواهد خدا مناسب دید مقصد برای شما تاکید میکنیم. من خدا خواهد دختر میتیم شما اونده طوری می دخترم میگیره شما فقط فرزند میشه هم جنده. من یک علم آل بسیار شکایت هم دارن خدا خواهد زنها رم. وقتی که خدا خواهد عقد نکاح شود اگر پدر و مادری او دختر و دختر پدر نبوده است فقط حقارت میکردن دختر را. اپت فلان، خوارت فلان، پیستان. این منافق هستی. منافق ها میگه 3 خصلت داره پیغمبر اسلام. منافق جنت نمیدروه. یکمش منافق میگه گپ زنه دروغ میگه. کسی که دروغچی است منافق هستی. وعده کنه میگه خلاف میکنه. و کسی وعده میکنه من برادر وعده دادم که خدا خواهد روزی پنجشنبه رفته توی تا میگذرنم نیام اگر من منافق هستم. ببین سوم وقتی که میگه جنگ کنه حقارت میکنه. کسی که حقارتی است دهنش نجاست میریزد وای منافقه. گرچه نماز خوانیم حضرت جلال‌الدین را کوچه رفته یک جوان دیدن که فقط حقارت دارن مقتصد است. با یک شعر گفته دیدن من آدمم گفته هستی کله جنبان چرا دای میزاج خوی حیوان. او تمامی آدمی تو کله دا جمونه گشته سرط نتاقی منم مردک گفته. او چرا تو یک میزاج خوی حیوانی داری. گهی چون سخ شوی در جنگ اخوان گدی هر دل را به زخم دندان. او گفت در جنگ سر داری گفت نشی فقط می نازی بالا و تخوارت بعداش با حساب میکنه گوارنگیت فلانت پیستانت خالت امت. ای توبه کرد یعنی کس می مومینه. حکم زن تا گشته نازد حکم زن تا پت فلانگاه میفورد یا نمی یا خواهر تا فلانگاه میفورد و حوالی من نمیفوره بیچاره. و با یک گمت اینجا زندگی کنیم یا خدا خواهد با یک گمت که خانه هوا رفته حرمتم کنه عزتم کنه نه که تو فقط حقارت کنی فقط و دلش آزادی میدانی از دل آزاد خدا بیزار است.
المؤمن علی المؤمن حرام ماله دمه و عرضه. پیغمبر حدیث صحیح نمیگه که مؤمن در سه چیزش حرامه. یکم مالش حرامه، مالش نخرد زیده. پرسیده خم کوچه میبرای سه بس می صاحبش نسمی حرامه تنده. یا نبرار. اگر حقیقی از روی اسلام زندگی کنن خونه در قفل نمیشه. قفل درکار نیست. یک خونه در 6 قفل باید. خشتمان کلن در بارش نیست. کلن خشتمان ده من اتم من ده اکا دادر ده واچه خونه زبی تا قفل کرده با خدا خود تا کسر داشت میمونه که نده زرنش. این مومین در دوزی حرامه. مالی که سلام نبوده که دولار در پتا نمیگیرن. گیرنش هم اعلان میکنم من هم پول یافتم از برادرو ای خدا بترسه اگر نه ترسه خدا دوزیده است بینید میگه تو باید که خدا خواهد مؤمن این کسبان یکی دیگرش آبروش پدری هم سا حقارت داری مادرش آبروش تو مسلمان نیستی شما خیال نکنید که هم یک تا نماز خونده و که من جنت دارم برای نماز جنت رفتن چندین وظیفه های مهم است عزیزان من این نماز ریشه باشه این تنه داره شاخ داره بر داره بعد با جنت میره نه که تمام 100 گرادوس میگرد یکن بعد نماز خونه که عرق میخورده با روز یا با هم نماز ده نماز نیست نماز خونه زیناگره توبه کرد نماز خون دوست نماز خون فالبین نماز خون قیمارباز اکثر دوست قیمارباز داری با تلفن حرام است سوره مائده 90 باید چه خوند شما قرآن نمیخونه و شما اگر قرآن قبل زمیکن نمیکنه اگر علم گفتن که اگر قرآن در شپیز گفته بعد بچه ها نزنش ای درونش فساد و بیرومن ریاکسیا میتیه و بعد قرآن نمیده ها که ریاکسیا میلرزونن همچنان میگه قرآن همچنان میگه میلرزونن میگه از چیز؟ از دل بیرومیش از دل فسادش خدا خواهد دل توری کن دل پاکی انشاءالله خدا خواهد کار که در این دنیا هم در آخرت هم کار نشو پیامبر سنت که آباکم ثلاثتون پدرای شما گفتن مادرها تو سه تا است پدر سه تا است دنیا نه یک تاش پدر خودت که دنیا نه آورد دوم پدری که دختر شداد سوم پدر و استاد کسب استاد علم کدام استادی که باشد قطعی نظر و شیاس و خدا خود پدری ما شما میشود همین دختر پدرش پدر تای خواهرش خواهر تای مادرش مادر تای او حقارت نگه نا انصاف یه بار بیا که اپت جفیده تا شاید میفارد صدا در سرش میدی یا نمی حتی خدا قرآن رو وعده داره که سیز بیلا و عاشروهن بالمعروفی شما بزن و شوهرها زندگی خوب کنه پیغمبری بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم زنهاش میدانی چی میگفت شیرین میگفت اصل میگفت مرمت میگفت خرمت میگفت حاضر و بازی ها میکرد حتی زن و شوهری که اگر محبوب بازی کنن خدا خرسند نشده و من کسی حیران میشم که تا گرفتن خدا خود میمونن تا گرفتن نه ساعت 12 شام میمونن نه یکی شو هیا یا گمبر تک جارو من میمونم ها نگیرم من بیوه نمیتونم نه که بعد یعنی یک ماه بعد پرابلم سر نشود ای آنه فلان من ایستان شد من ندام این دختران من حیران میشم شو گفتم میمونم بدی خونه دومد بعد نیرنگ سر میکنه دویجه دیش خدا نمیترسی خدا خدا که همین قلب همینه همین مستحکم خدا خدا که مهرتته خدا خدا محبتته حدیث پیغمبر یک متفقون علیه کسی کدام مرد که زنش به جاگه خوابی دعوت کنه و که حاجت من میبراری اگر سرکشی کنه تا لعنت تمام فشتو تا صبح لعنت بکنه اگر میگه زن در بالای شطور باشد اگر همسرش اراده شوهرش اراده خواه رفتن کند میگه خواه نراد لعنت خدا برای باد این من حیران میشم بعد یک ماه دو با پرابلم اصل میشود نه که پرابلم وظیفه زن همین است زنها را بس است گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس است یک هنر نشینند در خانه و زاین شعرهای نه و وظیفه همین دخترش خوانند اشته شعری نه ساختنه با بولمده کار کردن نه سعودی چین رفتن نه صداقت کوچه با کوچه مردی کاری نه تو مردکی موشی که تو میپای زنکه زنک تر نمیپای ای بای زن خلاقت خوانند خلاقت آبادی میشو میر و تازه میکنن همین خودش وظیفه‌اش بسه یا نمی شو تازه بچه اگر بچه ده باشه 10 بار خوش حرام آمونه کروز 1-2 ساعت خوراک بچه خوش گیره با شوت خلاقت بیزه آتش میگی کلیک بکنی و همین حساب نمیکنی خلاقت با سرگو کی بره که مردی کاری کن سازی چی نبره ای به شرمندگی دیوس میشه
اگر زن میگه خوش زیب و زینت داده از خونه براید تا گشته اومدن شهر راضی باشی لعنت خدا برات میبره. زن حتی اینکه به محرمش نمیتونه خلاقت سفر کنه 3 روزه سفر فرقانه بهتر باشه البته قدش براید خود چه بسیر نکن ممکن نیست. حج ممکن نیست. حج میرفته باشه باید محرمش باشه. اسلام چه مقصد چی است؟ حمایت کردن از خلاقت انشاءالله.